سلام بچه‌ها، من موشکور هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به پارت 2 شاهزاده ایرانی. بازی قبل ما اومدیم و آناهیتای خیانتکار عوضی اومد و ببخشید اومد و چیز رو دزدید، شاهزاده غسان رو. حالا ما اومدیم داخل کوه قاف تا با شاهزاده غسان پیدا کنیم. بریم ادامه بازی. ببخشید. نه، اما دربارش خوندم. این مکان زمانی محل کاخ داریوش بوده. وا، یعنی دین، پزشکی، طالبی، هندسه، جبر، همه دانش ها اینجا جمع آوری و در دسترس همگان قرار گرفته بود. یعنی اگه درس ها ما رو هم اینطوری داخل یه بازی جا می‌کردن خیلی بهتر یاد می‌گرفتیم. محل استقرار دژ بزرگ حکمت بوده، افتخار تمام پارسیان. خب بعدش چی شد؟ خدا میدونه. هیچ کس زنده نموند تا داستان رو تعریف کنه. و حالا فکر کن شاهزاده غسان درگیر این ماجرا شده. هیچ کس نمیدونه چی در انتظارمونه. خود بازی گفتم پارت قبلا فقط 4 ساعته. فکر کنم کلش رو به محور نجات دادن شاهزاده غسان بگذره. حالا ببینیم چی میشه. اینا چی که حالا داخل هوا هست؟ نکنه یه طلسمی جادویی؟ این افسونگری چیه؟ من یه جنگجوام، نه یه پیشگاه. منجمد در حین سقوطش. انگار که زمان متوقف شده. فکر کنم قشنگ این قسمت کلی داستان و تئوری ازش میشه در آورد بدون شک. اینجا نباید میرفتیم پایین. نمیدونم. حالا چیز جالبی که هست اینجاست که چی شد؟ هوشیار باشین، شاهزاده غسان خیلی دور نشده. یه چیزی اینجا خب اینو از کجا ما میدونم؟ باید با احتیاط پیش بریم. البته منولیاس میتونی مثل جونوری موزی که ترسید از بین سایه حرکت کنی. جدی میگم آراد، اینجا یه حضور عجیبی هست. منم میتونم حسش کنم. تنها یه راه واسه فهمیدنش هست. پس بری. کجا بریم؟ حتی این میخواد بیاد در رو بشکنه یه در بین باز. نه مثل که میخواد فقط بازش کنه. او پارکور اینا هم خیلی داره مثل که. بداخی مرده ها. بس که زمان گذشته دیگه اسکلتشون مونده. بهرام، این آزاده، یکی از نیروهای ارتشی. چطوری تشخیص داد؟ فکر کنم از رو سیبیل و ایناش. به نظر میاد خیلی وقته که مرده. ازش خاکستر بلند میشه. اونا فقط کمی از ما جلوتر بودن. حالا تلس ما اینجا مورد استقبال نیستیم. حواستون رو جمع کنید، ما شاهزاده و آناهیتا رو پیدا میکنیم. 100%. ما میریم به سمت شهر. ما با هم جایی نمیریم. تو فقط جلوی دست و پای منو میگیری. تو این قضیه تنهایی. این که پادشاه این اسمش چه بود؟ همون قبلیه رو شکست داد، بعد جلوی دست پای تو رو میگیره. چی شد؟ یعنی از این بلند شد به تلس بود. Let's go. 2 ساعت زدیم الکی. ای بابا فشار خالص. اون سکه داد پشما. او چه شیره. سکه بمونده. الماس سکه از چیه؟
دوباره به اون نه این نمورد. فعلا از این چیز استفاده نمی کنم. بده سکه. خب کامان با چی شیر. آه بمیر عوضی. آقا شما یه مش مرده اید، راحت میشه شکستتون داد. مثلا هیچ وقت از این مردان نمی بازم. بابا بپر بالا مرد. ای بابا ما به یکی دادم از خوبای روزگاره، عاشقی همین یه باره، مثل اونو کسی نداره. سفرهای دوتایی یه دونه باشه خدایی، حرف زدناش قشنگه، با هیچکی نمی جنگه، همیشه صاف و یه رنگه. عشق منه اینو چشمام داره فریاد میزنه، توی هر کاری بگی عین منه، چپ میره راست میره هی دل میبره. هر جا برم واسه یه دیدن اون گل میخرم، دارو ندارم و پاش میذارم، جز خودش با هیچ کسی کار ندارم. یکی برسه به دادم، دلمو به یکی دادم از خوبای روزگاره، عاشقی همین یه باره، مثل اونو کسی نداره. سفرهای دوتایی یه دونه باشه خدایی، حرف زدناش قشنگه، با هیچکی نمی جنگه، همیشه صاف و یه رنگه. حاجی یعنی پدرم در من تا بتونم برسم به این بالا. البته یه چیز خیلی فشار چی بود دارم میرقصم، فردا پول منو بیاری. دارم میرقصم. فشار چیه؟ ببین یعنی یا من راحت بخوام بهت بگم ریدم توی یعنی دشوری کردم توی این بازی. عجب تو چقدر با مزه‌ای مرد، تو چقدر با مزه‌ای مرد. یه اهرام کفتی بود دیگه، برای چقدر طولش دادی؟ ببین من الان اعصابم خورده، تو هم بخوای من بزنی بکرد کی؟ تو اینم نیستی، منظورم این. حالا وارد شدیم دیگه، let's go. ببین به من خب این دیگه چی بود؟ برای کسی جو فورد میزنی، چرا داری باشم بعدت میزنی؟ تو داری منم بر رگبار میبندی، چرا چند وقت باشم تو جنگی؟ هیچی نگو نمو خواب صدا که بشنوم، من توی دیوانه خانم غریب ترم، همه نفای جفتشم زدی نمیذارم. خیاری می برو بد میدی یا بد دیدی، کارما کشیدم رو درگیری، تو مورا با کارم میانو. حاجی یعنی من الانه اگه از این کمانداره میرفتم بالا ازش اصلا نمیخوردم. خب دیدید چیز خاصی نیست. چه خالد چطور رفتی بالا پدر؟ او مای گاد لیدی گادی.
فشار بخور مرد. اینا یعنی سربازای آنایتا هستن که الان دارن به ما حمله میکنن. بچه اینو بخورید ما ازتون امتحان بگیریم. نوشته که بخشید. خب تحمل کن چشت. تو اینجا چی کار میکنی؟ این مکان برای یه بچه خیلی خطرناکه. نگران من نباش، من دژو بهتر از هر کسی میشناسم. جدی میفهمم. قدمشو بلدم، حتی جاهایی میرم که بقیه نمیتونه. داخل بیشتر داستانات یه همچه بچه های هستن. من خب با همه موجودات صحبت و بحث کردم. بله من همه درختای اینجا رو میشناسم. درست مثل این میفهم. یکی؟ همشون مثل این؟ این درختها خاصن، اسمشون واکواکه. واک اونا خالص‌ترین آسرا رو دارن. اوکی. پس زیر برگاشون بیست تا انرژی تو بازیابی کنی. فقط جایوه 3 بذارید اسمش تغییر میکنه. درختای واکواک زیادی تو کوه قاف هست. او توی که میگی همه چیز رو میدونی به هم بگو ببینم. ما دنبال سربازایی مثل خودمون هستیم. شاهزاده ما توسط آنا یه سردار دزدیده شد. همچین کسی رو دیدی؟ یه شاهزاده؟ خیلی وقته که شاهزاده ای اینجا نبوده. من فقط تو رو دیدم. بچه ها پشواش ریخت. اگه دوستتو توی کوه قاف گم کردی، پس نیاز به یه چشم سرگردان داری. چه سرگردان که چیه؟ یه چیز خیلی نادر و قدیمی. بیا او دمت گرم. زود باش. خب منفی اینجا میشه این. او پشمو. بیا بذار یه کلکه باحال برای به خاطر سپردن مکانا تو کوه قاف بهت نشون بده. پشمام باز. خب ممنونم خانم کوچولو. یعنی چی الان خانم کوچولو؟ اسمتون نمیدونم. اسم من فریباست. منم سارگونم، سرباز گارد جاویدان. سرباز گارد جاویدان. چه تأثیر گذار. مرسی. سارگون مطمئنم تو کوه قاف هم دیگر رو میبینیم. در آخرای بازی بینگیم. وقتی بتونم یافته هامو باهات در میون میذارم، ولی برای این کار به کریستالای زمان نیاز دارم. کریستالای زمان؟ به کوه قاف خوش اومدی. کریستال زمان منظورش چه من نفهمیدم. رفتش دخترش چرا؟ فکر کنم اینجا اول بازی، حالا فکر کنم شما دیدید یا نه، نشد این درخت ها مثلا از جای نشانگر اینه که مثلا اون بازی تو اونجا چی شده. فکر کنم اصلا ای بمیریم هم بیام کلی جلو بعد بمیریم و بریم یه درخت دیگه پیدا کنیم. سپر داره؟ یعنی چه؟ پشم آجی سپر چرا سخت شد؟ خب دیگه موم نشده هنوز. اون پایینیه رو حالا بدش کن. بمیره عوضی دیگه اذیتمون نه. کجا رو بابا؟ یه دونه جای دیگه هم دیدم اونجا بود. بذار بریم اونجا. اینجا چرا صفحه این تو شد. خب الان خارو نه من باید حتما بکشم. هیچ چیز حالیم نیست. ای بیاره جلو من بیام. پشت نکن. ها گیرت که بندازم که کلک تو در آورده. وای
او بدم کن. او مرسی. واو چرا اومدی پایین؟ خب پدر صلوات چه با او اونا بود که همون سحر و جادوه ها فکر کنم اینا یه نوع رمز باشن. کجا؟ بابا برو کنار یه دقیقه. دارم برمیگردم احساس کنم از اینجا فکر کنم بشه رفت. یعنی من برو کنار. خب پدس Run. Run. پدستک بمیر. همین پدستک من رو زد کشتا. خب دیگه یه بسم الله بگیم. شاهزاده رو به دروازه سیمرغ ببر. آناهیتا سلام. آناهیتا جرأت داری به شاسی بزن؟ اگه شاهزاده داره. حسانو میخوای بیا و بگیرش. آناهیتا خب بدش. هی سلام. آناهیتا سلام. آناهیتا اینجا بود. اون داره قصانو به دروازه. شاید آرتابان درست میگفت که آناهیتا تاج و تخت رو میخواد. 100%. که بالای سرمونه چیه؟ مطمئن نیستم ولی برای رسیدن به قصد بخشید آناهیتا باید نابودش کنیم. از این فاصله هیچ کدوممون نمیتونیم. اون هم باز دستو بزن. شاید منولیاس بتونه اینجا کمک کنه. بهرام منولیاس رو فرستاد شرق تا جنگل رو بگرده. سعی میکنم پیداش کنم. منم دنبال یه راه دیگه. حله کامان بچه شیر. یه دقیقه چون من یه نگاهی بندازم اینم فرعی نداریم که نداریم. سه اینا خب چرا نمیاد بچه؟ من یه خود رد میکنم بخاطر اینکه حالا قبل از اینکه بیام گیم پلی بزنم راهنماهاش رو یه نگاه میکنم، چون که بخوام هی دنبال اینا بگردم و اینا یه خورده اذیتتون میکنم. خب فقط راهنما میدم، مثلا داستان چیزی نمیدونم، فقط راهنما. خیلی خوب. حالا فهم خواستم نگاه کنم ببینم چیه کجا با داداش این کارا زشته برای شما. نه ببین این چیزا ما نداشتیم دیگه. شهرونده اخلاق و ارزشی تا خوب بریم کجا. بچه سرچه هستمون که اینجا که همونجا هست که اسکارمون کردی. آه بچه من اومدم این شهر پایین دسته ببینم چه خبره. اوه
که چیزی نیست. این کی اینجا کشوندتت مسافر؟ به تو چه؟ من و همراهانم داریم دنبال یه خائن میگردیم. پس تو و بقیه هم اینجا گیر افتادید. به چی؟ کوه قاف مسافرای کمی نداشته. خیلی از اونها تو تارهای نفرین زمان گم شدن. اینو بدون جنگجو. مرگ و بدبختی تو این دژ پرسه میزنه. من مرگ کم ندیدم. حتی مصممترین جنگجوها هم باید آماده باشن. اینو بگیم خواص منحصر به فردش بهت کمک میکنه. این از اوناست که میخواد بگه من کل دنیا رو گشتم 100 سال اون کنم 100 سال تجربه دارم. دقیقا از هموناست. چون نمیره. فقط بدون که هر کدومشون با ارزشن و فقط کناری درخت واک واک تغییر میکنن. ازش استفاده خوبی میکنن. والا من که نفهمم منظورش چیه. یه دقیقه بچه این بالا واسه بهتون یه نکته بگم. بخشید وای خب بخشید ببینید اینجا این بنده خدا مرحله اصلی نیست ولی اینجا میتونید بیایید تمرین کنید. سرخان بهرام نیروهای آناهیتا رو دیده و در حال تعقیبشونه. راجع به خودم باید بگم نمیتونم ادامه بدم. زمان اینجا متفاوت میگذره. بچه تسلیم میشی. بازی در میاره. نمیتونم حقیقت و تخیل رو از هم تشخیص بدم. تو جنگجوی مرد. از صداقتت ممنونم. این یعنی تو عقب نشینی میکنی؟ هنوز تسلیم نمیشم. دست دارم تا آخرین نفس خدمت رسانی کنم. اگه آناهیتا واقعا سرسپرده کسی دیگه ای شده باشه گمانم به یک شریک برای مبارزه نیاز داشته باشیم. بچه هم من حواستون رو رفتم داخل تمرین و آره دیگه بریم. چون که میدونین این دکمه هاش با دکمه خود اصلی فرق میکنه. مثلا اینجا این به معنی مثلا ضبط این دوتا کلا جا به جا هستن دیگه. میدونید که منظورم چیه. جونم درخت. اوه ها رسیم مطلس. خب بریم اینجا ببینیم چه خبر. چی شد؟ ندارم. ها بودو اوبا وای وای وای. خب آفرین به خودم. چرا داری باشون بدت میزنی؟ تو داری منم به رگبار میبندی؟ چرا چند وقت باشم تو جنگی؟ خب دیگه خدایش اینجوری که نباید رم. خب خدا چرا فهمیدم باید برم کجا. اینا خب بزن. اینو میتونی بزنی. یه هرچی دکمه برات ساختن میتونی بزنیش.
خیاری می مروفت میدی یوفت دیدی کار ما کشیده بود درگیری تو مور باکر می انو تو خاطر می توی سرفردی برام بازار بده این زندانی که به شب دادن در کشیدم دیجی اجدر سپا تو بد خدا از تو نوعی دنیا دست کشیدم خیلی خوب. اینجا رو دیگه باید باز بتونم که میتونم. ماشاءالله به خدا وای نزدیک بود مرد. برو مرد. بخشید خیلی میگم ببخشید. خب بچه ویدیو اینجا دیگه تموم شد. خیلی ممنونم که نگاه کردید. میدونم که یکم ویدیو کم شد ولی خب حالا انشالله ویدیو بعدی جبران میکنیم. حمایت کنید از من بچه ها. ببینید ویدیو قبلی 5 نفر نگاه کردن. حداقل یه لایک دیگه بابا. به خدا نه چیزی از شما کم میشه نه فقط هیچ به من اضافه میشه. چه عیبی داره؟ خب به داشتون نمیخواد یه چه اضافه شه. باز هم فدای سرتون. حالا که دیدین تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.